این چه کاریه؟ مربی سرپاینیه، خودش میره. بهتون پرسیده بودین وقتی قاشق نیست چجوری هندونه رو نصف کنیم؟ ببین، نه با مارک لباست کار دارم، نه با اینکه چجوری میخوای با قاشق هندونه رو نصف کنی کار دارم. فقط ناموسم به من بگو چی نشون این خربزه دادی که اینجوری اینقدر سیخ وایساده؟ فیلتر جدید اینستاگرام گرفتم، میخوام با این از پلا برم پایین. از وایسین یا خدا بسم الله الرحمن الرحیم. بالفضل تو که نه پول داری، نه خونه داری، نه ماشین داری، نه قیافه داری، چطوری میخوای منو خوشبخت کنی؟ ها؟ رو ناشناخته یه تاکتیکای ناشناخته ای داریم، انشالله به امید خدا به فضل پرداختگی استفاده خواهیم کرد. امروز بعد از چند مدت اومدم باغ، یه سگ جدید اومده تو باغ. انقدر به حیوانات علاقه دارم، مخصوصا اونایی که توی انجمن‌ها شرکت میکنن. بریم حیوان عزیز ببینیم. این حیوانات فرشتن، اینا باید بهشون کمک کنید. حیوان به عزیز درد و جان، بیا غذا بهت بدن، بیا عزیزم بیا. پدر مادر حرام زاده بیشرف، پدر سگ ریدم تو انجمنی که شما حمایت کرد. بی پدر مادر انقدر غذا بهت ندم بیفتی جا کشی. بی پدر مادر پدر سگ. دشمن زیاده ولی کوی خواهیه بوددش. 3 تا سلامت. 3 تا سلامت. ختم فوری بده جیش. مامانم تو اینستا برام پست فرستاده چگونه به همسر خود احترام بذاره. زن حسابی تو بعد 40 سال زندگی مشترک با بابای من عصبانی میشی، میگیرش با دست جارو جلوی ما میزنیش. چه احترامی؟ اومدیم بریم کوهنوردی با دوستامون. این بنده خدا رو دیدم اینجا داره نماز میخونه، هنوز اعتقادات نمرده. ببینیم چه خبری، کیه؟ سلام. سلام. البته بودی اونجا من نماز میخوندم فیلم میگرفتی؟ بله، برای چی؟ اونجا نماز میخوندم نمیشد بگم، بودم هستم.